پرینسیپ کاری استاتر. استاتر این محرک برقی می باشد. آن نیروی برق را به مکانیکی تبدیل می دهد. اگر برنامه مکتبی را به یاد آوریم، دو قطب مگنیتی گرفته در بین آنها چارچوبه از سیم ساخته شده را جایگیر می نماییم و به نقطه‌های چارچوبه قوه برق دهیم. آنگاه در زیر با هم تقسیم کنی میدان مگنیتی و چارچوب جریاندار چارچوب سیمین به درزنی می درآید. در اصل ما محرک برقی را حاصل نموده. اکنون جزهای اساسی را می بینیم که از آنها استاتر عبارت می باشد. تنه استاتر در داخل آن دیلک پولادین گذاشته شده است که آن را کفش می نامند. به تنه دیلک پولادین سیم پیش تاب داده می شود و به داخل کارپوس گذاشته شده با وینتها مستحکم کرده می شود. چونین دیلک های پولادین 4 عدد می باشد. پیشتاب های استاتر را پیشتاب های انگیزش می نامند. همه پیشتاب ها با ترتیب معین به زنجیر برقی وصل کرده می شوند. جریان به پیشتاب ها از درآمد مرکزی داده می شود. برآمد پیشتاب ها با دو چوتکه میسی گرافیتی پیوست کرده می شود. چونین قسم وصل شده را الکترومگنیت می نامند. در استاترهای معاصر تنها مگنیت ها استفاده برده می شوند. چونین استفاده برای ارزان و قلع می باشد. جزء دیگری آن یک را یا لنگر نامیده می شود. لنگر از نورد عبارت بوده به تنه آن دیلک از ورقه های پولاد برقی ساخته شده به مقدار زیاد گذاشته می شود. به نوچه های این دیلک چارچوبه های سیمینی به ما شناس گذاشته می شود. نوک های پیشتاب های این چارچوبه ها با کلکتور میسین وصل کرده می شوند. با کلکتور دو چوتکه مثبت از پیشتاب انگیزش دهنده و دو چوتکه منفی از ماسه استاتر داده می شود پیوست کرده می شوند. در سرپوش عقب استاتر چوتکه قفق‌ها گذاشته می شوند. در چوتکه قفق‌ها پرژینه های سبک جایگیر کرده می شوند که آنها چوتکه ها را با کلکتور زیر کرده می ایستند. این چونین بطولکه گذاشته می شود که در آن یک کار و یا لنگر تکیه می کند. می بینیم که استاتر چگونه کار می کند. از کلمه مثبت بطری اکلومتر ناقل با کلمه درآمد استاتر پیوست کرده می شود. جریان از پیشتاب انگیزش گذاشته بعد چوتکه مثبت آماده می رسد. از کلکتور جریان به چارچوبه لنگر می آید و پس به چوتکه های منفی می گذرد که آن با ماسه منفی وصل می باشد، یعنی با کلمه بطری اکلاماتوری پیوست می باشد. همین طریق در نتیجه با هم تاثیر رسانی میدان مگنیتی پیشتاب های انگیزشی با چارچوبه جریاندار لنگر به درزنی می درآید. در استاتر معاصر که در آن پیشتاب های انگیزشی وجود ندارند، جریان از بطری اکلاماتوری یک باره به چوتکه های مثبت لنگر داده می شود. جریان از چارچوبه های لنگر گذشته به چوتکه منفی می آید که آن به ماسه استاتر یعنی با کلمه منفی بطری اکلاماتوری پیوست می باشد. ناقل قوگی از کلمه مثبت بطری اکلاماتوری به استاتر پیوست کرده می شود. ناقل قوگی نسبت به دیگر ناقل ها قفس می باشد. عیناً از این ناقل جریان به کار آماده کننده داده می شود که آن تخمینا به 400 امپر برابر است. پیوستگی اکلاماتوری با استاتر دائمی نمی باشد. وصل شوی تنها در حالت به وجود می آید که راننده کلید را تاب دهد. وصل شوی با واسطه همین خیل پنجتینه میسین به وجود می آید. شناسایی را با ساختار استاتر دوام می دهیم. لنگر پیوستگی شلیتسی یعنی نوچه ها دارد که به آن شکیوی سم دهنده و بندکس با شسترنه وصل کرده می شوند. پیوستگی شلیتسی امکان می دهد که بندکس با شسترنه به پیش و عقب جای عوض کنند و هنگام دورزنی یک را و یا لنگر دور زده مومنت دورزننده را به شسترنه استاتر دهد. همه جزها را به جایش می گذاریم.
اکنون سوال می‌دهیم که چه جای عوض‌کنی بندکس و شسترنه را اجرا می‌کند. این کار را الکترومغناطیسی نوبتی اجرا می‌کند. بغلتک الکترومغناطیسی با واسطه قلفک افروزش جریان از بطری اکلاماتوری داده می‌شود. هنگام به کار آماده نمودن استاتر جریان به غلطک آمده آن را مغناطیسناک می‌کند. دلک به داخل این غلطک کشیده می‌شود. هنگام خاموش کردن استاتر غلطک میدان مغناطیسی را گم می‌کند و با تاثیر پرژین همه جزها به حالت اولیه‌اش برمیگردد. اکنون به یاد می‌آوریم که ناقل درآمد با وصلک درآمد از بطری اکلاماتوری چه خیل پیوست کرده می‌شوند. برای این حالا غلطک را می‌گیریم و به یاد می‌آوریم که این کار را انا همین خیل پنجتینه میسین اجرا می‌کرده است. آن با تیرک پیوست شده هنگام به کار آماده شوی استاتر دلک آن را جای عوض نموده با دو وصلک اساسی پیوست می‌کند. هنگام خاموش کردن استاتر همه جزها به حالت اولیه‌شان برمیگردند. اکنون باز درباره یکی از خصوصیت‌های استاتر سخن می‌کنیم. هنگام به کار آماده کردن استاتر دلک جای عوض نموده در اول بندکس را با شسترنه به پیش تله می‌دهد. تنها در انجام حرکت خود پنجتینه میسین با دو وصلک پیوست می شود. جریان به استاتر می رود، یعنی استاتر به درزنی شروع می نماید. اگر استاتر خاموش کرده شود همه جزها به حالت پیشینه برمیگردند. اگر ما به جای از غلطک را برگردانیم و این جز را با کارپوس پوشانیم آنگاه این قسم را ریله کشنده استاتر می نامند. اکنون استاتر را به جای خودش می گذاریم. استاتر در نزدیکی مخاوک جایگیر کرده می شود. مخاوک این دیسک چویانی بوده با پلانیت عقب نورد زانودار پیوست کرده می شود. بغیر از این در مخاوک تاج دنداندار گذاشته می شود. هنگام تاب دادن کلید با استاتر ریله کشنده استاتر کار کرده پیش از همه شسترنه استاتر به دندانه های مخاوک وارد می شود و پس از آن دورزنی سر می شود. مخاوک دور می زند. حالا محرک به کار آماده می شود. برای آن محرک به کار آماده می شود که مخاوک نورد زانودار را در زنانیده پارشن ها را به حرکت می درآورد. یعنی حالا محرک به کار آماده می شود. پس از آن که محرک به کار شروع می کند استاتر خاموش کرده می شود و همه جزهای آن به جای اولی خود برمیگردد. دوامش برای شوقمندان. ما الکی گفته بودیم که استاترهای معاصر از حساب استفاده مگنیت‌ها اندازه‌های خرد دارند. از سبب آنکه لنگر با زودی بلند دور میزند برای این جایگیرکنی ردوکتور مرکب پلانتاری طلب کرده می شود. در این حالت نورد لنگر از دو قسم عبارت می باشد. در قسم دوم نورد شسترنه با بندکس جایگیر کرده شده در نورد اساسی لنگر شسترنه مرکزی گذاشته می شود که آن را شسترنه آفتابی می نامند. برای وصل شوی در اطراف آن شسترنه های پلانتاری گذاشته می شود که آنها را ساتلیت می نامند. ساتلیت ها در اطراف تیرهای خود دور میزنند. همین خیل هنگام دورزنی یک را ساتلیت ها دور میزنند. در اصل چنین نیست چون که در بالای آنها شسترنه دنداندار گذاشته می شود. اکنون میبینیم این ساتلیت ها در داخل چرخ چخیل میدوند. اکنون در تیرهای ساتلیت ها چرخ برنده را میگذاریم که آن با قسم دوم نورد پیوست می باشد. همین طریق درزنی به شسترنه استاتر با واسطه ردوکتور پلانتاری داده می شود. چون این استاترها را استاترهای ردوکتوری می نامند. بندکس را بیشتر وقت مفته سبقت کننده یا مفته گردش آزاد می نامند. بندکس با شسترنه استاتر چنین نمودار دارد. برای آنکه پرینسیپ کاری بندکس را فهمیم
با عددها شناس شدن ضرور می باشد. برای آنکه محرک به کار درآید باید مخابک و نورد زانودار در یک دقیقه 100 دورزنی را اجرا نماید. از سبب آنکه شسترنه استاتر از مخابک 10 مرتبه خرد می باشد، آن باید 10 مرتبه تیزتر دور زند، یعنی در یک دقیقه 1000 مرتبه دور زند. هنگام به کار آماده شدن محرک سرعت دورزنی مخابک به 1000 دورزنی در یک دقیقه برابر می شود. همین خیل می شود که اکنون مخابک شسترنه استاتر را دور می زناند. منطقاً 10 مرتبه تیزتر دور می زناند، یعنی 1000 دورزنی در یک دقیقه نیو 10,000 دورزنی برابر می شود. اگر لنگر با چنین سرعت دور می زد باید حتما روس می شد. همین طریق هنگام به کار آمدن محرک مومنت دورزنی را به شسترنه استاتر به مخابک می دهد، لیکن بعد به کار آمدن محرک مومنت دورزنی را از مخابک به یک را می دهد. اکنون می‌بینیم که همین بندکس از چی عبارت میباشد. بندکس از شسترنه استاتر که آن تناپایه داخلی دارد و کورپوس بندکس که تناپایه بیرونی را دارد عبارت است. در داخل بندکس رالیکا با پرژین گذاشته میشوند. تناپایه بیرونی بندکس در قسم شلیتسدار لنگر شنانیده شده است. شسترنه یگان خیل دندانه‌های شلیتسی ندارد. برای فهمیدن آن که چه خیل بندکس کار میکند ما باید تصور کنیم که تناپایه داخلی بندکس از شسترنه جدا کرده شده است. آن را در داخل تناپایه بیرونی بندکس میگذاریم. در حالت آزاد پرژین ها رالیک ها را به جای های تنگ بین تناپایه های داخلی و بیرونی تله می دهند. هنگام دورزنی یک را تناپایه بیرونه دور زده، رالیک ها تناپایه داخلی و بیرونه را به هم روس می کنند. هر دو تناپایه ها با سرعت یکخیلی دور زده مومنت دورزنی را به شسترنه می دهند. وقتی که شسترنه با دندانه های مخابک وصل می شود، مخابک به دورزنی شروع می نماید. یک بار پس از به کار در آمدن محرک مخابک با سرعت بلند دور میزند و در این حالت اکنون مخابک شسترنه استاتر را دور میزناند. اگر شسترنه تیز دور زند یعنی تناپایه داخلی آن نیز تیز دور میزند و آن رالیکا را از قسم تنگ بندکس تله داده میبرارد. در این حالت تناپایه داخلی به حد تیز دور میزند، لیکن این دورزنی بر تناپایه بیرونی بندکس داده نمی شود. یعنی این چنین معنا دارد که یک کار با سرعت خود دور زده به آن یگان خطر تهدید نمی کند. در روند استفاده برای اتومبیل در روند استفاده برای اتومبیل استاتر یگان نمود خدمترسانی تکنیکی را طلب نمی کند، اما اگریگات های ابدی کارکننده وجود ندارند. از این سبب در روند استفاده برای بعضی ناسازی ها به وجود می آیند. از همه ناسازی به ما معلوم در شبکه برقی این وصل شوی بد می باشد. از این لحاظ اگر راننده یگان تغییرات را در کار استاتر حس کند، او باید در نوبت اول اعتمادناکی وصل شوی قسم های برقی و مستحکمی وصل خود استاتر را سنجد. در استاترهای معاصر مگنیت ها می توانند افتند. از نگاه نظریوی می توانیم این مگنیت ها را مستقلانه شیرش کرده پیوست کنیم، لیکن از همه بهتر این کار را با استای کسبی باور کنیم با مقصد آنکه قطبناکی مگنیت ها را گم نکنیم. در حالت مهلت زیاد استفاده بردن استاتر بطولکه های تکیه‌گاهی خورده می شوند که در آنها لنگر دور می زنند. در این نوار به طرز کلان کرده شده نشان داده می شود که چه خیل لنگر لپیش می خورد. این حالت چنین معنا دارد که این چوتکه ها با تمام سطح خود با کالکتور پوره نمی رسند. پیوست شوی کالکتور با چوتکه در یگان منطقه به وجود می آید و اگر به یاد آوریم که در این جای وصل شوی جریان بلند 400 امپر می گذرد، آنگاه در این نقطه رسیش تیز تیز به وجود آمدن شراره های برقی دیده می شوند و چوتکه های گرافیتی تیز خورده می شوند. در این حالت عوض نمودن چوتکه ها از نو تراشیده سفته کردن سطح کالکتور و از روی قاعده عوض نمودن بطولکه ها ضرور می باشند. این چنین پس از استفاده برای دراز مدت استاتر رالیک ها در بندکس می توانند خورده شوند. در ویدیو با رنگ سرخ اشاره شده‌اند. در این حالت رالیک ها خورده شده اندازه اش خورد می شود. رالیک های اندازه اش خورد شده تناپایه های داخلی و بیرونه بندکس را با هم روز کردن نمی توانند. هنگام کار استاتر لنگر و تناپایه بیرونه دور زده روزشوی با تناپایه داخلی به وجود نمی آید. از این سبب شسترنه استاتر دور نمی زند. در این حالت رانندگان می گویند که بندکس لغزش می خورد. این
ناسازی را تنها با عوض نمودن بندکس برطرف نمودن ممکن است. ناسازی بیشتری دیده نشونده این ناسازی ریل کشنده استاتر می باشد. مثال چسبش 5 تینه به وجود می آید، یعنی وقتی وصل شوی 5 تینه با وصلک ها از آن جریان 400 امپر می گذرد. در این وقت شراره برقی به وجود آمده، حرارت آن به 1000 گرادوس برابر می شود. در این حرارت مس دوخته شده با وصلک ها می چسبد. در این حالت یک را استاتر دور می زند، چون که 5 تینه از وصلک ها جدا شده نمی تواند. در این حالت باید تیز عمل کنیم، چون که هنگام کار استاتر اکلیوماتور تیز از کار می براید. کلید اندازه اش 10 را گرفته کپوت را می کشوییم و کلمه ماسه را از اکلیوماتور جدا می کنیم. پس از آن استاتر را از محرک جدا کرده ریل کشنده بندکس را